من یک شوایتی برنده چالش دارم. حالا کارکاتاز اومده یه مچ استارت کنه برو یه جک 12 پیدا باهاش 8 تا کیل بگیر. فقط هم حق داری با جک 12 کیل بگیر. اگه بتونی این چالش رو انجام بدی بچه ها قول میدن لایک و ساب این ویدیو رو بکنی. اگه بتونی وینم بگیری بچه ها قول میدن یه کامنت پرانرژی برام بزن. حله بچه ها بریم برای چالش. فقط قول بدین که اگه دونستم این چالش رو انجام بدم لایک و ساب ویدیو فراموش نشه و اگه دونستم وینم بگیرم یه کامنت پرانرژی هم برام بزن. خب بریم برای فشاری کردن انمیا. اینجا یکی روشم داد حکم کرده بود، اومدم پایین رو گرفتم روی این اناقا بودو بینم اینو زدم. اینجا اومدم بالا یکی کلاس آتیشی روشن کرده بود، آتیش گرفته بودم بابا کلاس انه تو خاموشون دیگه. گرفتم روی اینو دومین کیل اینم زدم. اینجا یارش اومد منو بزنه گرفتم روی اینم زدم و سومین کیل. اینجا روش اینو دادم هی داشت میپیچید مقاومت میکرد بابا بیا دیگه اینم زدم و چهارمین کیل. بریم برای کیل پنجم. اینجا داشت میپیچید گرفتم روی اینو بودو بینم پنجمین کیل. اینجا هم بچه ها یکی این عنکبوت پرید پایین و گرفتم روش نمورد هی داشت مقاومت میکرد بابا بخور دیگه. اینجا خط رو گرفت اکی باشم منتقل شد. اینجا دوباره زدمش و گرفتم روش بودو بینم من روی داترهای حرفم کیل شیشم. اینجا جک 12 کشیدم و دراپ رفتم برای کیل هفتم. اومدم اینجا گرفتم روی این چقدر نمیره چرا نمیره اینم نمیمرد و دوباره ولی گرفتم روش و گفتم بودو بینم هفتمین کیل. اینجا هم یارم گفت بودو بیا اینو بزن اینم زدم و هشتمین کیل. بچه ها من که چالش رو انجام دادم شما هم لایک و ساب کنین و یه کامنت پر انرژی برام بذارین.